سپختی let's go. به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک مخاطبان آنتن. من حسین علیرضایی هستم همراه شما با گزارش این مسابقه فینال فوتسال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مصاف ایران و مراکش. مالکیت رو نگه می‌دارم برای مراکشیا. از دست دادن توپو ضربه یه طیبی به سمت دروازه که توپو درازکش جمع میکنه. چراوی لحظه توپو گرفت. سفیان چراوی توپو از دست میده و توپ در اختیار بازیکن ایران قرار گرفته. سالار آقاپور، مرد سال فوتسال آسیا، توپو از دست دادن بازیکن ایران. فرصت برای مراکش و این ضربه واکنش خوبه. باقر محمدی نذاش اونجا دروازه رو باز کنه. بلال بکالی، شر بود واکنش باقر محمدی. ببینیم با هم تو صحنه آهسته موقعیتی که ساختن مراکشی اما به در بسته باقر برخورد کردند. یه پاس، یه بار دیگه فرصت برای مراکش، بازم باقر توپو رد میکنه. حالا موقعیت میتونه برای ایران شکل بگیره. مرحله 1/4 نهایی جام جهانی از دستاوردهای اون به حساب میاد. پاس رو به جلو، حرکت از بازیکن ایران میتونه شکل بگیره. فرصت برای گل اول ما. این ضربه به سمت دروازه، روی توپ برگشتی، دروازه باز میشه. امیر حسین غلامی حساب کار رو 1-0 میکنه. ببینیم با هم کار قشنگ احمد عباسی، کار ترکیبی بچهای ما. ضربه‌ای که روی ریباندش اینطوری دروازه رو باز کرد امیر حسین غلامی. اسماعیل امازال، لحظه حساسیه برای تیم ما. ببینیم چی کار میکنن بازیکن مراکش. ضربه زده میشه و باقر محمدی مقابل توپ قرار گرفت. مسلم اولاد قباد، همکاری شکل نمیگیره از بچه ما. توپ از دست دادن. فرصت برای مراکش خطرناکه. یه برخورد همچنان فرصت برای اونا حفظ شده. روی موج بعدی حملهشون میتونن طرح حمله داشته باشن. ضربه به سمت دروازه. حالا بازم این فرصت برای ایران. یه موقعیت عالی. گل دوم از راه میرسه. بله میرسه و مهدی کریمی حساب کارو 2-0 میکنه. ایران 2 مراکش 0. حرکت احمد عباسی برای مهدی کریمی تا اینطوری دروازه مراکش رو باز کنه. بکالی خوب مهارش کردن بچه ما تا به اینجای کار. یه بار دیگه حرکت رو به جلو. فرصت برای مراکش و این ضربه. باقر محمدی بازم توپو برمیگردونه. مسلم اولاد قباد توپو در اختیار گرفته. مسلم حرکت قشنگش، فریب داد بازیکن مقابلش و مسلم ضربه به سمت دروازه. واکنش حمیدوش توپو به بیرون میفرسته. خوب فریب داد، خوب ضربشو زد مسلم اولاد قباد. واکنش حمیدوش توپ به بیرون رفت و گل سوم برای ایران به ثمر رسیده در حالی که کارگردان جا مونده بود از جریان مسابقه. ایران حساب کار رو 3-0 میکنه. برتری قاطعانه و قدرت نمایی پسران ایران مقابل مراکش توی مسابقه تداوم داره. توپ در اختیار الفنی قرار گرفته. حرکت رو به جلو از بازیکن مراکش. توپ برمیگرده. درخشانی و ضربش به سمت دروازه. میلیمتری توپ از کنار دروازه به بیرون میره. الفنی دوباره برای بکالی. امازال پاس به کناره ها. امازال میخواد باز رو به وسط بیاره. فضای شوت زنی برای او بسته شد. فرصت برای مراکش. توپ از دست دادن. حالا ما میتونیم گل بزنیم. اینور توپی که بازم از کنار دروازه اونا به بیرون رفت. ضربه احمد عباسی رفت و برگشت شده. بکالی توپو در اختیار گرفته. امازال، بکالی، ضربش از بالای دروازه به بیرون میره. توپو در اختیار داره اونجا بکالی. رفت و برگشت خودش. فرصت برای مراکش و این ضربه توپ برمیگرده. امازال، این ضربه به سمت دروازه و باقر محمدی توپو رد میکنه. ضربه خطا رو بعد بازیکنه که مراکش بزنن. جا پاس دادن. ضربه به سمت دروازه ما که از کنار دروازه توپ به بیرون میره. مسابقات بازی همبستگی کشورهای اسلامی از سال 2005 با میزبانی شهر مکه عربستان آغاز شد. این رقابت ها هر 4 سال یک بار برگزار میشه. این ضربه هم که زده شد از کنار دروازه ما به بیرون رفت. ضربه از راه دوره. همچنان خود بکالیه که توپو در اختیار داره. مقابل خودش میبینه بازی‌ها رو. بکالی حرکت ارزیش میاره بازی رو به سمت راست. فرصت برای مراکش داره مهیا میشه. امازال ضربه‌شو زد. باقر محمدی گل بخور نیست توی این مسابقه. باقر محمدی
چیکار داره میکنه؟ سبزی هر طور بود توپو پس گرفتن. بچه ما ضربه به سمت دروازه از کریمی که در 2 مرحله توپ رو مهار کرد. حمیدوش اینور باقر محمدی هم از دروازه بیرون میاد و تو به سود مراکش به بیرون رفته. رو عقب کارو دنبال میکنم بازیکن مراکش. امازال توپ در اختیار داره، ضربش به سمت دروازه باقر محمدی تاثیر گذاشته، بازم کرنر برای مراکش به دست میاد. رو عقب کارو دنبال میکنن. اسماعیل امازال میسپاره توپو به مسرار، پاس رو به جلو، فرصت برای مراکش و توپی از کنار دروازه ما به بیرون میره. توپ بازم خوشبختانه از کنار دروازه به بیرون رفت. حالا اینور فرصت برای گل 4 رو محمد عباسی، توپی از بالای دروازه به بیرون میره. اسماعیل امازال پاس رو میبره به سمت چپ. خود امازال و این ضربه باقر محمدی بی‌نظیر بوده. حالا طیبی، دروازه خالیه، طیبی و گل 4 برای ایران. گل 4 و طیبی توی مسابقه به ثمر میرسونه. 2 گله میشه در این دیدار. حسین طیبی چهره به هم ریخته و ناراحت برخی از هواداری مراکشی در تصویر مشاهده کردید. واکنش خوب باقر محمدی تو به تیرک دروازه هم خورد و به بیرون رفت. کنترل توپ توسط کریمی نتونست بزنه. اونجا دفع کردن توپ آروم آروم میره و درون دروازه قرار میگیره. گل 5 برای ایران توسط امیرحسین غلامی. تو چه بازی خودش رو 2 گله میکنه غلامی. بار دیگه ببینیم این توپی که اومد، دفع توپ غلامی آروم آروم چرخید رفت و درون دروازه مراکش قرار گرفت. مراکشی ها وایسادن، بچه ما دارن دست میزنن و شادی میکنن. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام.